روزنامه کردستان کجالیه راگاندنا ناوندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و تبرهف کرن باجمارا خواه 623 بش عربی و هجمارا 164 بش کردی در کتیه و گهشتیه بردست خوینران. ده روپلا یکم یا روزنامه ده نامه سروک مسعود بارزانی درباره بهیداریان ویسکار و اندام دسته راوشکاریه یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا اکرم الملا سرباری نامه پولید بروا پارتیا دموکراتا کردستانه به بهیداریا الملا سپاسنامه سکرتری پارتیا دموکراتا کردستان سوریا پدکسه جهمی آلین کو بهیداریا الملا کری هر وها گوتارا دسپیکه کو د بنسرناوه د سالا نو دا گلیمه و تفگرا سیاسی لسر بردوامی خبات رشدن جه خود گرن. دروپلا دوام ده دا خویانیا انکسه درباره بانگا پیده یا کو بحثا یکریزیا کردی دیگه هر وها فجاندنا یازدامین سالوگرا بارکرنا خباتکار نظیر مصطفی جالی کادرو سرکردهتیا پدکسه و لقامشلو سرباری بونه 21 سالوگرا کوچبار کرنا خباتکار اکرم ملکانی هاتنا بلاف کرن. راپورتا سیاسی یا پدکسه جوینا انکسه یا نورمال لقامشلو رولا جنا کرد جواکا کردی و قادر سیاسی ده جینانیگاریا خباتکار نظیر مصطفی و نرینا هجمارک سرکرده و کادرین پدکسه و جینانیگاری و خبات اکرم الملا بروسکین بهیداریاوی و رولا الملا ده راگاندنا کردی ده هر وها گوارتن نون لسوریه و آمدکارین تفگرا کردی جیرو روچا کردان و پیشاتین داویه لرجاوای کردستان و سوریه بگشتی و هجمارک چالاکیین پدکسه گوتارو نرینو بابتین 28 نویسکار، سیاست مدار، شروکارو روشنبیرین کرد ین رجاوای کردستان درباری روشا سیاسی جواکی و لشکریان حال رجاوای کردستان و دوره دروپالندن ین روزنامه ده جه خو گرتنه. داجمارا 161 ده بشه کردیج روزنامه کردستان گو جه چارو پلان پکتی دروپالا یکم ده گوتارکن ویسکار جیهان عمر ده بن سرناوه دوی پیده جارنویسا کادرین انکسه ین رواندی اشکرب که جه خو گرتیه. دروپالا دوان ده جی گوتارکن ویسکار جوبار جمعه ده بن سرناوه گوتنو کریارن پیده درباره یک ریزیه لیدی جی هفن هاتیا بلاف کرن. داجمارا 164 ده بشه کردی ی روزنامه کردستان برهمو گوتارن 6 نویسکاران هاتنه بلاف کرن. روزنامه کردستان گلک مجارو بابتن گرنگ و جدال خود گره. روزنامه که سیاسی روشنبیری و جواکیه نیو مهانه جاری راگاندنا ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و دیبر هف کرن. علی عمر